فلسطین. اونچه که امروز داره بشریت رو رنج میده اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. اونچه در فلسطین به صورت میگیره حقیقتا یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت.